سرخط مهمترین خبرها. دختر تاجیک را در یک مکتب روسیه لتوکوب کردند. کمیته تفتیشات گفت قضیه را تحقیق دارد. تاجیکستان و ازبکستان اجازتنامه بارکشانی یا دزوال را بیکار میکنند و 2 زن را در دوشنبه برای پهن کردن آوازه‌ها بازداشت کردند. درود بینندگان عزیز، اینجا استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه است و من مولا رجب یوسفی با تازه ترین خبرها در خدمت شما هستم. امروز 24 اپریل است و ساعت در دوشنبه 10. کمیته تفتیشاتی روسیه به تحقیق نوار سر کرده است که در آن خوانندگان یک مکتب همدرس تاجیک خود را میزنند. نفری که لتوکوب می شود یک جوان دختر است. نوار در یک از مکتب‌های شهر سنت پترزبورگ روسیه ثبت شده است. در ویدیو دیده می شود که 2 نفر یک دختر را در صنفخانه لتوکوب می کنند. در میان آنها زن دیده می شود که تلاش جدا کردن خوانندگان را ندارد. گفته می شود او آموزگار بوده است. در نوار حرف‌های بیگانه ستیزانه نورس شنیده می شود که نوار برداری می کند. روسیه برای روس هاست صدا میزند وی. رسانه‌های محلی پترزبورگ نوشتند که حادثه در ماه فوریه سال جاری رخ داده است. بعد از حادثه در حضور والدین دختر خوانندگان از وی معذرت خواستند، اما پخش این نوار واکنش‌های تند را در شبکه‌های اجتماعی و حتی میان مقامات روسیه به میان آورد. از جمله یکاترینا میزورینا رهبر لیگ اینترنتی بی خطر یک تشکیلات نزدیک به کرمل از رفتار آموزگار انتقاد کرده است که پلیس را به جای حادثه دعوت نکرد. وکالتدار یا امبودسمن داغستان نیز خواستار مجازات گناهکاران این حادثه شد. بعد پخش نوار مدیر مکتب را به دادستانی دعوت کردند. این بار اول نیست که شهروندان خارجی به خصوص مهاجران در روسیه از سوی ساکنان محلی تحقیر و لتوکوب میشوند. تاجیکستان و ازبکستان سندی را امضا کردند که بر اساس آن نقلیات‌های بارکش می‌توانند بدون رخصتنامه از قلمروهای همدیگر عبور کنند. سند 18 اپریل امسال در جریان سفر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف بعد دوشنبه امضا شده. وزارت نقلیات تاجیکستان 23 اپریل جزئیات آن را نشر کرد. به اطلاع این نهاد از سال 2018 تا این وقت هنگام انتقال مسافران و بارها بین تاجیکستان و ازبکستان از جمله توسط ترانزیت از قلمرو آنها رخصتنامه طلب کرده میشد. اکنون بر اساس سندی که نو امضا شد اکنون این اجازتنامه طلب کردن نمی شود. ترتیب نو بعد گذشتن رسمیت داخل دولتی از جمله تصدیق پارلمان به اجرا می درآید. وزارت نقلیات تاجیکستان امیدواری کرده است که بیکار کردن این اجازتنامه امکان می دهد که وقت انتقال و خطر آسیب‌یابی بارها خیلی کاهش یابد. اجازتنامه یا دزوال یک شکایت اساسی رانندگان ماشین‌های بارکشی است که از تاجیکستان به خارج از جمله به ازبکستان محصولات می‌کشانند. از جمله آخر ماه ژانویه امسال 10 راننده ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده بودند. آن زمان رانندگان گفتند هرچند راه به ازبکستان باز است، اما دریافت رخصتنامه از طرف وزارت نقلیات تاجیکستان آنها را از ادامه سفر بازداشته است. سفیر تاجیکستان در کویت در مسئله بازگردانی تاجیکستانی‌ها از سوریه با مقامات آن کشور صحبت کرده است. جزئیات واخوری سفیر زبیدالله زبیدزاده با کفاح ملهم رهبر دفتر امنیت ملی فرماندهی منطقوی سوریه معلوم نیست. در خبرنامه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان آمده است دو طرف همکاری در ساحه امنیت بین تاجیکستان و سوریه و برگرداندن شهروندان تاجیکستان را بررسی کردند. تاجیکستان تا این وقت 256 شهروند خود را از سوریه برگردانده است. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و سوریه تیر ماه 2023 به رادیوی آزادی گفته بود قسم خیلی کمی شهروندان تاجیکستان در پناهگاه‌های سوریه درماندند و مقامات برای بازگرداندن آنها تلاش دارند. یک جوان در شهر وحدت از آشیانه 5 افتیده به هلاکت رسیده است. خانواده محمد کریم امام علی میگویند احتمال او از ترس ابله این راه پرخطر را برای فرار انتخاب کرده است. مقامات گفتند قضیه را تحقیق دارند. همکارم علیشیر ظریفی موضوع را تحقیق کرده است و قبل از برنامه با او صحبت داشتم. نخست از علیشیر پرسیدم که درباره قضیه بیشتر چی می‌دانیم. سلام بینندگان عزیز، به قول برخی نزدیکانش محمد کریم در شهر وحدت در منزل اجاره زندگی می‌کرده است. حادثه روز 12 اپریل زمانی رخ داده است که به قول برخی شاهدان این جوان با بند تلاشی از آشیانه 5 پایین شدن را کرده است. به قول برخی نزدیکانش احتمالاً او از ترس ابله چنین راه پرخطر را برای فرار انتخاب کرده است. محمد امام علی برادر مرحوم محمد کریم در صحبت با رادیو آزادی گفت تا جایی که میداند افراد پشت در برادرش آمده در را سخت میکوبند و او از ترس تلاش فرار کردن را میکند.
наздикони ин ҷавон аз мақомот талаб доранд ки қазияи марги ӯ ҷиддӣ таҳқиқ шуда гунаҳгорон муҷозот шаванд. ин ҷавон ним моҳи ахир дар ваҳдат кор мекардааст. баъди хатми коллеҷ ба русия рафтааст ва соли гузашта аз русия ихроҷ шудааст. баъд аз ихроҷ аз русия, баъди бозгашт ба тоҷикистон, ӯ як муддат ҳамчун ба таъмири мошинҳо машғул будааст. маҳмадкарим дар артиш хидмат накардааст. سوال دیگرم از علیشیر این بود که مقامات درباره مرگ این جوان چی میگویند؟ наздикони ҷавони фавтида гуфтанд ки дар додситони шаҳри ваҳдат ба онҳо гуфтанд ки рӯзи рух додани ҳодиса нозири барқ пушти дари ин ҷавон омада даро тақтақ задааст. вале пайвандону хонаводаи ин ҷавон ба ин бовар намекунанд ва мегӯянд ки нозири барқ дарро то наздики шикастан намекӯбад. ҳамроҳи ин ҷавон як рафиқаш, як ҳамсинфаш дар ин хонаи иҷора ба қавли наздиконаш зиндагӣ мекардааст ки ҳоло аз ӯ дараке нест ва мақомон низ ӯро мекӯбанд. мо барои дарёфти шарҳи расмӣ ба додситони кулли тоҷикистон муроҷиат кардем. аз маркази матбуотӣ ин ниҳод ба мо гуфтанд ки ба додситони шаҳри ваҳдат муроҷиат кунед, вале дар додситони шаҳри ваҳдат аз мавзӯъ худдорӣ карданд. достон тағоизода, як масъули додситони шаҳри ваҳдат дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт ки вобаста ба ин ҳодиса санҷиш идома дорад ва аз шаҳри бештар худдорӣ кард. حادثه در شب و روز رخ داد که در تاجیکستان موسم دعوت بهاری جوانان به ارتش ادامه دارد. در گذشته شکایت ها از تلاش به منزل جوانان در آمدن و جلب اجباری آنها بارها صدا داده است. مقامات اکثر وقت جای داشتن این حالت ها را رد می کنند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه 2 زن را برای پهن کردن معلومات بر دروغ درباره ربودن کودکان مجازات کرده است. این نهاد 23 اپریل در خبرنامه نوشت طریق برنامه واتساپ این 2 زن آوازه پهن کردند که در پایتخت کودکان را ربوده عضو بدنشان را میگیرند. مقامات گفتند این حرف و اساس واقعی ندارند. مقامات گفتند که خدیجه امانوی 54 ساله و فرزانه بایمدوی 36 ساله جزای مأموری گرفتند. نظر این 2 زن به قضیه معلوم نیست و دقیق نیست که هدف از پهن کردن سر و صدا درباره ربودن کودکان در پایتخت چی بوده است. از دوشنبه یک خبر دیگر هم داریم. یک پسر 13 ساله در پایتخت خودکشی کرده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفت حسینوف خود را از آشیانه 16 پرتافت جانش را از دست داده است. جسد او را به علامت‌های مرگ مجبوری از نزد پرتابگاه یک بنا در کوچه سینا پیدا کردند. سبب دست به خودکشی زدن این پسر بچه معلوم نیست. مقامات گفتند قضیه را تحقیق دارند. در شهر مسکو امسال برگزاری راهپیمایی پولک جاویدان را بیکار کردند. تلگرام کانال استروژن مسکو خبر داد است که چهاربین امسال روز 9 می آنلاین برگزار می شود. یلنا تسونایوا وکیل دومای دولتی گفته است راهپیمایی با سبب جای داشتن تهدیدهای موجوده بیکار شده است. در دیگر شهرهای روسیه نیز امسال روز 9 می راهپیمایی پولک جاویدان دایر نمی شود. چون این راهپیمایی ها همه ساله در روز غلبه در روسیه و بعضی کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان برگزار می شود. در این چهاربینی نزدیکان اشتراکچیان جنگ دوم جهان عکس‌های گذشتگان خود را گرفته راهپیمایی می‌کنند. نظرها به این معرکه که 9 سال است برگزار می‌شود یکسان نیست. طرفداران چهاربینی این کار را برای پاس خاطر اشتراکچیان جنگ درست می‌دانند، ولی مخالفان این معرکه باور دارند که برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی‌های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می‌شود و استقلال دولت‌ها را خلل‌دار می‌کند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 اپریل را فرا می گیرد.
در اوج اشغالگری‌های آسیای مرکزی از طرف روسیه در عصر 19 سال 1867 به بخش عمده از قلمروهای امروزه آسیای مرکزی عنوانی گنرال گوبرناتوری ترکستان داده و از جانب روسیه پادشاهی تصرف گردید. روسیه که با انگلستان برای نظارت بر منطقه رقابت شدید داشت، سالهای 1867-68 خانگری خوقند را تارمار کرد و حاکمان بخارا و خیوه هم صاحب اختیاری خود را از دست دادند. در این جنگ‌های چند ساله نزدیک 300,000 کس کشته شد. بعد تبدلات بلشویکی اکتبری سال 1917 این قلمروها رسما چون جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی ولی عملاً زیر سلطه روسیه به هیئت SSSR شامل کرده شدند. 24 اپریل سال 2013 سوختار در بازار فراوان شهر قرغان‌تپه باختری امروزه صاحب 80 دکان را مفلس و قرضدار گذاشت. یکی از کلانترین بازارهای جنوبی تاجیکستان دست کم 3 دفعه سالهای 2012، 2013 و 2022 شاهد سوختارهای پرآسیب شده است. سوختار در بازارهای نقاط دیگری تاجیکستان هم بارها رخ داده است ولی اکثر وقت جبران زیانی رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز میماند. 24 اپریل سال 1928 زادروز آوازخوان مردمی شومخور آدینبیکوف است که در 67 سال عمرش چون عضو پیشبری دسته هنرمندان زیر رهبری اکاشریف جورایف نام برآورد. با اجرای آهنگ‌های تشنیس درخت دوستی نمیپرسد هیچ معروف شد. حافظ خلقی تاجیکستان عنوان گرفته در فیلارمونی دولتی تاجیکستان کار کرده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 115-116 سامانی برابر است. $100 آمریکایی باشد تا 1089 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت خیر و خوش با شما فرا رسید. لطفاً برنامه را برای دوستانتان فرستید و نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید. خدا نگهدار شما.